به نام خدا سلام. من حسنم از اصفهان در خدمت شما هستم، شهری که بدون اغراق میشه گفت یکی از مهمترین شهرهای صنعت درودگری و نجاری محسوب میشه. اولین وسایل چوبی که ساختم اسباب بازی‌های زمان دبستانم بوده که حالا اگه شد یکی مدل ازش میسازم و توی کانال قرار میدم. اسباب بازی‌هایی مثل جرس ثقیل، تراکتور، تانک و این چیزا. اولین پروژه جدی نجاری که ساختم یه ماکت خیلی فانتزی از موتور 2 سیلندر ماشین ژیان بود که بردم مدرسه برای درس حرفه و فن که بهم ندادن و توی نمایشگاه مدرسه نگهداریش میکردم تا سال حدود 92 که شروع کردم به دونه دونه خریدن ابزار نجاری و ساخت وسایل چوبی. آموزش میدیدم، ابزار میخریدم، میساختم. حدوداً تا حالا نزدیک به 1000 ساعت آموزش دیدم، ولی خب فکر میکنم هنوز کلی مطلب هست که باید تو زمینه نجاری یاد بگیرم. اولین کارگاه هم روی پشت بوم خونمون به ابعاد 1.5 در 1 متر ساختم که اون کارگاه هنوزم هست، ولی شده یه کارگاه حدوداً 12 متری که شما دارین نگاش میکنین و مشغول تمیز کردنش هستن. شاید سوالتون باشه که چطور میشه رو پشت بوم یه کارگاه نجاری داشت. سوال خوبیه. من توی جستجوی اینترنتی که داشتم یه نجار پرتغالی پیدا کردم تو کشور پورتو که اونم روی پشت بوم خونشون یه کارگاه کوچیک نجاری زده بود و نجاری میکرد. ایمیل بهش زدم و راهنمایی ازش خواستم که چطور میشه سر و صدای دستگاه‌ها و برش قطعات رو کم کرد روی پشت بوم که مزاحمتی برای همسایه‌ها نداشته باشه. که خب اونم راهنمایی کرد و منم خیلی ازش استفاده کردم که ان شاءالله تو آموزش‌های بعدی به شما هم میگم. الان من میخوام چیزایی که یاد گرفتم توی این کار رو یاد بدم. ادعایی تو زمینه نجاری ندارم، فقط تجربیاتی که توی این چند سال داشتم که تجربیات کمی هم نبوده میخوام با شما به اشتراک بذارم که ان شاءالله شما بتونید با کمترین امکانات شروع کنین و یه کارگاه کوچیک خونگی داشته باشین و بتونین ازش درآمد کسب کنین که منم تو این چند سال تقریبا تونستم این کار رو انجام بدم. ان شاءالله که بتونم اون اطلاعاتی که دارم در اختیار شما قرار بدم، شما ازش استفاده بکنین. هر سوال، پیشنهاد و انتقادی چیزی دارین حتما توی کامنت ها برام بگین، توی صفحه شخصی برام ارسال کنین، حتما براشون تولید محتوا میکنم و سوالات شما رو جواب میدم. خیلی ممنون که ویدیوی ما رو نگاه میکنین. اگه دوست داشتین کانال ما رو به دیگران معرفی کنین که اونام بتونن از اطلاعات استفاده بکنن.